سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 22 می همراه شما. یکی از پاسبان‌های ریاستی زندان‌ها در تاجیکستان به طور ناگهانی غیب زده است و این نگرانی وجود دارد که احتمالاً او برای پیوستن به گروه‌های افراطی به سوریه رفته باشد. ҷӯрабек دӯстов ساکن روستای عرقچی ناحیه ورزاب که در جای کارش با نام دوستم مشهور بوده است، هفته پیش زن و فرزندانش را ترک کرده و تا حال از خود درکی نداده است. گفت که همکارم توی داره گفت. بابای کرد. بعد شب ساعت 9 تلفن کرد بود. گفت ششتگی گفتم همه ششتم که گفت که من حاضر میرم گفت دیگه تلفن کشت. و هر دفعه خیلی وای نمیکرد. تلفن بسیار گاو میزد. خدارا کشت تلفنش. دیگه با تلفن کارم. همسایگی ҷӯрабек دӯстов با گلمراد حلیمов یکی از پلکاونیک‌های ناپدید شده وزارت امور داخلی تاجیکستان حدس و گمان‌ها درباره رفتن این شهروندان کشور به سوریه را قوی تر کرده است. مقامات خبر ناپدید شدن افسران نهادهای انتظامی را شرح ندادند، هرچند گفته شده است که ҷӯрабек دӯстов و گلمراد حلیمov همسایه بودند و وقت‌های اخیر درباره عقیده‌های گروه دولت اسلامی زیاد گپ می‌زدند. در یک همایش در شهر دوشنبه محققان و کارشناسان تاجیک راه‌های مبارزه با افراطگرایی اسلامی را بررسی کردند که مقامات تاجیکستان را به شدت نگران کرده است. در این همایش که روز 22 می صورت گرفت، کارشناسان گفتند گروه‌های تندرو اکثرا جوانان و آنهایی را به دام می‌افکنند که سواد کافی ندارند. اون ایده جوانانی که از جمهوری‌های مثلا آسیای میانه و در مجموع از دیگر مناطق مثلا با گروه های تندرو جلب کرده می شوند، البته آنها سطحی پستی معرفتی فرهنگی و سیاسی دارند و طراحان چنین دولت های با نام اسلامی می توانند از چنین ضعفیت استفاده برند. با گفته برگزار کنندگانش، هدف از همایش بالا بردن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان تاجیک است تا فریفته گروه‌های تندرو نشوند. مقامات تاجیکستان میگویند تاکنون بیشتر از 300 جوان تاجیک به صف گروه‌های تندرو اسلامی در عراق و سوریه پیوستند و 50 نفرشان هم در این جنگ‌ها کشته شدند. ساهمانی نیروگاه روغون در تاجیکستان روز 22 می خرج و دخلی سالانه و آینده این انشاءاتی عظیم را بررسی کردند. در نشست گفته شد بعد از بهای مثبت گرفتن طرح مذکور از طرف متخصصان بین المللی، اکنون کارهای اساسی ساختمانی در نیروگاه شروع شده است. ساهمان روغون همچنین با رایدهی پنهانی اعضای شورای ناظران جمعیت سهام روغون را انتخاب کردند. با گفته اقتصاددانان، تاجیکستان برای ساختمان روغون به 5 میلیارد دلار احتیاج دارد و این نیروگاه را تنها ساخته نمیتواند. در صورت تکمیل روغون با اقتدار 3600 مگاوات مردم تاجیکستان از عذاب بی‌برقی در زمستان خلاص میشوند. در شهر دوشنبه ششمین انجمن طبیبان و جراحان کودکان در تاجیکستان برگزار شد که در آن طبیبان از شهر و ناحیه‌های کشور و هم نمایندگان سازمان‌های حفظ حقوق کودک شرکت کردند. راه‌های بهبود بخشیدن به صحت کودکان در تاجیکستان و جلوگیری از گسترش بیماری‌های کودک در این همایش بررسی شد. در این نشست گفتند که هرچند وضع صحتی کودکان در تاجیکستان بهتر شده است، ولی استعمال غذای ناکافی و غذاهای کم ویتامین نمیگذارد اطفال تاجیک درست انکشاف یابند و به وایه برسند. تاجیکستان از نظر مرگ و میر کودکان در یکی از سینه‌های بالا در جهان قرار دارد و بنا به گزارش سازمان‌های بین المللی از میان هر 1000 کودک در تاجیکستان 47 نفر آنها به سن 5 سالگی نمیرسند و میفوتند. کامرانشاه استاپریان پهلوانی معروف تاجیک در سبقت جهانی дзюдо در مراکش شرکت می‌کند. در این سبقت که در شهر رباط برگزار می‌شود، 225 گشتیگیر از 50 کشور قوه می‌آزمایند و کامرانشاه یگانه نماینده از تاجیکستان است. و مسابقات جهانی дзюдо در مراکش که به زودی برگزار می‌شود، گشتیگیران دعوت شدند که در ریتینگ جهانی از مقام 1 تا 16 را اشغال کردند. از این پیش کامرانشاه استاپریان در مسابقات قهرمانی آسیا در کویت نشان برنجی را به دست آورد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.